Escena 16 Farjain. فراموش کرده ای که حضرت محمد خاتم النبیین می باشند؟ Escena 16 Anís contesta. حضرت باب تبیین می فرمایند که آن حضرت خاتم کور حضرت آدم تا حضرت محمد می باشند و مقام آن حضرت به عنوان دری است که توسط ایشان خداوند به زودی ظهور خواهد کرد و او برای هدایت و راهنمایی مردم دنیا در روز خدا ظاهر خواهد شد و دنیا بهشت برین خواهد گردید. Farjain retruca. نمیتوانم باور کنم که تو فرزند من باشی. چطور این پیغمبر دروغین مرا مجبور میکند که تو را تا اطلاع ثانوی در اتاقت زندانی کنم؟ مگر این که توبه کنی و طلب عفو نمایی. Escena 16 Anís le retruca a su padre. از من میخواهی که توبه کنم، خدا نکند و مرا از این عمل نجات دهد. Escena 17 Anís contento. چشمانم چهره آن حضرت را زیارت کرد. عمو جان اجازه بفرمایید دلیل خوشحالیم را برای شما عرض کنم. مناجات و دعا کردم و از حضرتش تمنا نمودم که غم و اندوه مرا زائل نماید و در این حالت از خود بیخود شدم. ناگهان صدای شیرین و دلنشین آن حضرت را شنیدم. Escena 17 El Bab habla. خوشحال باش ساعتی که من در این شهر قربانی آتش خشم دشمن می شوم. Escena 18 Toma 1 Farideh. برادر کوچولوی من انیس، این داستان آخر خوشی نخواهد داشت. Escena 18 Anís le responde. بنابراین به من بگو چه چیز دیگری در این دنیا میتواند آخر خوشی داشته باشد. به علاوه هرگز نخواهم توانست این رحمت الهی را فراموش کنم. Escena 18 Farideh le responde. آیا برای مردن عجله نمی کنی؟ میدانی که این علمای بدجنس با این کار تو ناپدری ما را بینام و بیارزش می کنند. Escena 18 Toma 4 Farideh da la respuesta. به همسر و فرزندانت فکر کن. به خاطر آنها از تو میخواهم که قول به من بدی که در این باره فکر خواهی کرد. اگر اینطور عمل کنی پدرت جلوی علمای متعصب را میگیرد و میتوانی از خانه خارج شوی. Escena 18 Anís finalmente promete. فرید خانم به شما قول میدهم که برای راحتی و آسایش شما سعی خواهم کرد. Escena 19 Anís recapacita en su pieza. از من میخواهند که عشق حقیقی و الهی را با عشق به خانواده‌ام مقایسه کنم. اگر میتوانستم از این عشق حرف بزنم عقل مختل میشد و قلمها میشکست. ای کاش توانایی این را داشتم که بگویم این عشق به خالق است و با سایر عشق‌های دیگر به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. آیا میتوانم نور شمس حقیقت را نادیده بگیرم؟
Escena 20, Farhan habla. تو را میبخشم زیرا خامی جوانیت تو را گول زده و میدانم که تو مقصر نیستی. در حقیقت کسی که مقصر است آن سید باب است که قصد منحرف کردن اذهان مردم را دارد. برو مسجد زیرا حضرات علما تو را عفو کرده‌اند. Escena 21, Anis le habla al Bab. آقای من، مرا از خودت جدا مکن. El Bab le contesta a Anis. تو فردا با من خواهی بود و شاهد و گواه آنچه که مقدر است خواهی بود. Escena 22, el Bab en la cárcel pide morir por la mano de un amigo. فردا روز شهادت من است. ای کاش یکی از شما بلند می شدید و با دستهای خود به زندگی من خاتمه می دادید. ترجیح می دهم قبل از اینکه به دست دشمنانم کشته شوم یکی از دوستانم به زندگیم در این دور فانی خاتمه دهد. Anis le responde al Bab que va a cumplir su deseo. هر طور که اراده مولایم باشد همانطور عمل خواهم کرد. El Bab le habla a los babéis de la cárcel. این جوان همراه و انیس من خواهد بود و با شجاعت تمام جان خود را در سبیل من نثار خواهد نمود و جام شهادت را با من خواهد نوشید. Entrada la noche, el Bab le dice a Anis, recordarme dónde está. Dale. شمع را خاموش کن چه که خورشید طلوع کرده است.